دوستان سلام. آقا روز 7 اسفند نگو، روز پنبه زنی ولایت بگو. روز عمام پرونی بگو. بنازم به مردم ایران که عجب کف کردی تو صورت خامنه و اکبر کوسه زدن. ماشاءالله ماشاءالله. بذارید از جمعه صبح شروع کنیم که خامنه دست پاچه از پای منقل بلند شد و اومد جلوی دوربینا واسه گدایی رای. همه شرکت کنن در انتخابات، همه، هر کسی که ایران رو دوست داره، هر کسی که جمهوری اسلامی رو دوست داره، هر کسی که شکوه و عزت و عظمت ملی رو دوست داره در این انتخابات شرکت کن. ثانیاً توصیه میکنم به همه مردم عزیزمون که سعی کنند استباق کنند، یعنی سرعت به خرج بدن. زمان که گذشت معلوم شد یکی خود سیدعلی استباق داشته، یکی ساندیس خورایی مثل این مجری تیویریش که به دست و پای بیننده هاش افتاده و علت این التماس رو هم تو جمله میگه. نگرفته. دعوت میکنم از اونایی که همچنان توی خونه هستن، تو رو خدا فارغ از هر گونه تصمیم و انتخابی اینو بدونین که این یک اتفاقیه که خیلی ها اون طرف، میدونین منظورم کیا هستن، منتظرن که غیبت‌های شما رو ثبت کنن. نذارین که خیالشون راحت باشه. همه منظورتو فهمیدن. موشکاف خیالش راحته. صحنه‌های توپوزی زدن مردم با آخوندا رو هم کامل ثبت کرده. آره دیگه، اون بر این التماس وحشت از دشمنای نظامه. اما از قدیم گفتن به حرف گربه سیاه بارون نمیاد. به رغم این جلزه بلزه مجریای تیربیریش بازم حوزا کساد بود و مگس پرونی ادامه داشت. ما مرتب بالاخره ارتباطات مختلفی داریم با مراکز استانها و همینطور شعب اخذ رأی در خود پایتخت در تهران. تشکر میکنیم از شما. آقای زارعی در مسجد قدس هستند. اجازه بدید که آقا تو بازار کساد نمایش انتخابات آخوندا، سوتی بازار ولایت یا همون تیویریش همینطور چپ و راست گاف میداد و هی به کلکسیون فضاحت‌های نظام آپشن اضافه میکرد. مثلا این مصاحبه رو ببینید تا هم معنی رأی دادن خودجوش معلوم بشه، هم اقبال نظام در بین جوانان. با عصا دستشون رو گرفتن اومدن میخوان رأی بدن. حال شما خوب آج خانوم؟ نمیتونید صحبت کنید؟ اومدید رأی بدید؟ حالا اومدم. درود بر شما. این حضور شما برای جوانترها میتونه درسی باشه، برای اینکه بگن تا آخرین لحظه حضورمون بایستی به فکر این سرزمین باشیم. درود بر شما. خب تو تمام راهپیمایی‌ها بودم. بگو رفتم برنامه گندم درو کردم. آره. آفرین بر شما. بله، حالا این که بین درو کردن گندم تو برامین با رأی دادن به آخوندا چه ارتباطی هست سوالیه که باید خامنه استباق کنه و جوابشو بده. اما تا اینجا هر چی بود پیش پرده بود. پشت پرده رو امام جمعه نمره موقت نظام یعنی صدیقی آبگوره گیر رو کرد. من توصیهم این است که برادران عزیزی که تا کنون سر صندوق نرفته‌اند در کار خیر باید شتاب کرد، نباید جا موند، نباید آخر کار حرکت کرد. این یک تکلیف است و یک حق است. از بلغور کردن حرفای خامنه شروع کرده و در نهایت به این رسید که رأی دادن یه تکلیفه. معنی انتخابات آزاد تو نظام ولایتم روشن شد. به این میگن حماسه به زور به جای حماسه حضور.
حالا نکته دومش رو ملاحظه کنید. نکته دوم مسئله نفوذه. مسئله نفوذ به انواع مختلف فرض داره. یک فرضش اینه که دشمن جاسوس میفرسته، ستون پنجم داره، مأمور داره، کنار رؤسای ما آدمایی رو مرموز میگذارن، اونا خبر ندارن که این مأمور اجنبیه. فرض اول فهمیدیم، پس معلوم شد دشمن تو رأس نظام نفوذ کرده و قاپ رئیس رؤساتون رو دزدیده. حالا بعدیا رو بگو. نوع دوم از نفوذ این مسئول حقوق بگیر دولت بیگانه نیست، اما تربیت شده دولت بیگانه است. خطر سوم نفوذ اینه که اساساً میان استحاله میکنن مردم انقلاب کرده رو. تو که زدی هست و نیست نظامو برباد دادی که. این چه نظام مقتدریه که دشمن توش نفوذ کرده و تازه زده مردم انقلاب کرده رو هم استحاله کرده. خب اینجوری کار تمومه که، پس دیگه انتخابات واسه چیه؟ و نکته بعدی مربوط به بنده و جناب عالی است. اگر کسی خائنی رو برگزیند، نگید شورای نگهبان انتخاب کرده. شورای نگهبان در چارچوب قانون بوده، از زوایا اطلاع نداره. این بصیرت مردم بود که سفره آتش فتنه رو جمع کرد. بفرمایید. پس از قل و غمی که شورای نگهبان رو انداخت، تازه میگه خائنا رو انتخاب نکنید. پس یعنی شورای نگهبان یه عده خائن به نظام رو هم تایید صلاحیت کرده دیگه. خب این چه مسخره بازیه پس؟ نمایش انتخابات برشکسته یعنی این، ولی فقیه طلس شکسته یعنی این، نظام در بنبست یعنی این. نظام ولایت بعد از این انتخابات 100 بار آشولاشتر از قبله. بله. آقا خدا نگهدار شما.